درود دوستان و هواداران ورزش، بازگشت لگندای باکس مایک تایسون و محاربه نوبتی او. تیم ملی فوتبال کشور با منتخب عربستان سعودی مساوی کرد. ورزشکار برزیلی برای آنکه در محاربه رقیبش دستش را گزید $50,000 بونوس گرفت. همه این و دیگر خبرهای جالب ورزشی در نشر امروزی برنامه. دسته منتخب تاجیکستان با تیم عربستان سعودی رقابت نمود. این واقعه در مرحله انتخابی جام جهان 2026 برگزار شد. این دو تیم شامل گروه جی می باشند. رقابت آنها شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. بازی آنها خیلی تیز و تند صورت گرفت و با حساب 1-1 انجام یافت. ملی پوشان ما در بازی امروزه خیلی خوب میدانداری نمودند و عرب‌ها را نگذاشتند که منتخب ما را شکست بدهند. حساب بازی را در جریان واخری نخست فیرس البرایکان در دقیقه 46 قسم دوم بازی کشاد، اما دیر نگذشته در دقیقه 80 بازی رستم سایرف از ارسال گل‌آور امدانی کمالف استفاده برده حساب را برابر کرد. با همین نتیجه بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و عربستان سعودی تا آخر بازی به پایان رسید. حالا پس از 3 دور مرحله انتخابی جام جهان 2026 منتخب عربستان سعودی با 10 امتیاز در گروه جی پیشرفت است. یکاچین تاجیکستان 5 خال دارد. تیم ملی ما در بازی اول با اردن 1-1 کرد. در بازی دوم با پاکستان بر حساب 6-1 پیروز شد. در بازی سوم از عربستان سعودی با حساب 1-0 شکست خورده بود. مایک تایسون بار دیگر بر این می‌براید. رقابت او ماه ایول برگزار خواهد شد. یکی از خطرناکترین مشت‌های دنیا این نوبت با یکی از رقیبان سرسخت خود رقابت خواهد کرد. شاید همگی فکر می‌کنند که او با فیودر املیانینکو لگندای محاربه‌های آمیخته وارد میدان خواهد شد، اما نه. با سبب‌های نامعلوم محاربه تایسون با املیانینکو برگزار نشد. اما شرکت نامدار نتفلیکس برای مایک تایسون رقیب نو یافت. رقیب نوبتی او از خودش 30 سال جوانتر است و در عالم بوکس سر و صدای زیادی را به بار آورده است. بلاگر مشهور آمریکایی جیک پال که سالهای اخیر به بوکس گذشت و رقیبان سرسخت را در این میدان به نکاوت فرستاد، آماده است با مایک آهنین وارد میدان شود. تا حال مشخص نیست که این محاربه واقعی یا نمایشی است، اما عادتا ورزشکاران در سن 57 سالگی و آن هم ضد رقیبان سرسخت چون جیک پال که از 10 محاربه در 9 تا غلبه به دست آورده است وارد میدان نمیشوند. اما حرفهای دیگر نیز جای دارند که مایک تایسون سابق قهرمان گرانوزن جهان که توانسته است کمربند قهرمانی خود را 11 مرتبه حمایت کند مثل همه نیست و یقینا فرق کننده است. او اگر 57 سال هم داشته باشد در حالت خوبی ورزشی قرار دارد. از همین لحاظ محاربه آنها شاید یکی از پرسر و صداترین محاربه در سال 2024 باشد. مایک تایسون آخرین بار سال 2020 به میدان برآمده بود. او آن وقت با ورزشکار دیگر شناخته و نامدار رای جان سبقت نمود و محاربه آنها مساوی انجام یافت. محاربه نوبتی مایک تایسون با جیک پال در شهر ارلینگتون شتات تگزاس ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. اندره لیما ورزشکار برزیلی در تشکیلات UFC تاریخ ساخت. او در دبیوت خود در این تشکیلات $50,000 بونوس به دست آورد. باید یادآور شد که در این تشکیلات تاجیکان زیادی نیز هنرنمایی میکنند، اما با وجود نکاوت‌های بهترین خود یگان بار آنها این بونوس را به دست نآوردند. ولی عجابتش اینجاست که اندره لیما رقیبش را به نکاوت نفرستاد، اما این بونوس را به دست آورد. این بونوس برای آن بود که رقیبش در محاربه دست او را گزید و داور محاربه آنها را منع کرد و غلبه را به او داد. محاربه آنها شام 24 مارس در تشکیلات UFC برگزار شد. رقیب به باخت او ایگر سیورینا که او هم در این تشکیلات دبیوتان بود، بعد این محاربه اولین باخت را در کارنامه خود ثبت کرد و برای همیشگی از تشکیلات UFC رانده شد. این بود همه خبرهای مهم از جهان ورزش. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.